اولین کسی که مکاتبه نوشته سلمان فارسی است. بعضی مورخین گفتن سلمان از بدخشان بود، بعضی گفتن که از اصفهان بود. اصفهان یک شهر بسیار مقتدر در اون زمانه بوده. یکی مان سلمان فارسی مان گفت لو کان الدین بالثریا یا معلق بالثریا یا عند الثریا لتناوله رجال من ابناء الفارس یا لتناوله من هؤلاء. دین اسلام که در ستارگان آسمان رفت، یعنی از زمین برچیده شد، از فرزندان فارس این شخص